سلام به همه اونایی که حوصله گرامر خوندن ندارن و من الان میخوام بهتون 2 تا کلمه رو معرفی کنم که به جای تمام گرامرهای فیوچر استفاده میشه و کارایی داره. یکی will هست و یکی be going to. شما این دوتا رو حفظ کنید دیگه نیاز نیست بقیه رو حفظ کنید و فقط حواستون باشه بعد از این دوتا فعل کاملا به صورت ساده و بیسیک میاد. اگه تا اینجا گرفتی میتونی ویدیو رو ببندی و بری سراغ کارت. اما بقیه ویدیو مخصوص شاگردای خودم هست که میخوان گرامر رو به صورت حرفه‌ای تر یاد بگیرن. اول از will و be going to شروع کنیم. will و be going to برای چه مواردی استفاده میشه؟ برای وقتی که بخوایم در مورد یه فکت صحبت کنیم در مورد آینده. مثل چی؟ The website is going to come online next week or the website will come online next week. مورد دیگه که will و be going to رو استفاده میکنیم prediction هست. یعنی چی؟ پیش بینی های ما در مورد آینده. و مورد آخر decision هست. یعنی چی؟ تصمیم های ما در مورد آینده. خب برای prediction این مثال رو براتون آماده کردم. In the future everyone will have their own flying car. Or in the future everyone is going to have their own flying car. و برای decision I won't get a new console just yet. Or I'm not going to get a new console just yet. خب میدونید برای منفی کردن will تبدیل میشه به won't or will not که contractionش won't هست و be going to فقط کافیه بعد از افعال to be not اضافه کنیم. مثل am که میشه I'm not going to. She is not going to or she isn't going to and they are not going to. و بعد از این حتما فعل به صورت ساده و بیسیک میاد. خب اما یه جاهایی هست که will به تنهایی استفاده میشه و be going to رو معمولا بهش نمیاریم. مثل وقتی که یه offer داریم I will help you یا وقتی که request داریم will you help me. و مورد آخر برای جملات first conditional. first conditional چه جملاتی هستن؟ جملاتی که یعنی عباراتی که از 2 تا جمله تشکیل شده و یکی از اون جملات از if با if شروع میشه. یعنی جملات فرضی هستن. مثلا اگر فلان کار بشه من فلان کار میکنم. If we get a new computer we will be able to surf the internet. خب حالا بریم سراغ بقیه گرامرهای فیوچر. یک گرامر داریم به نام present continuous. خب present continuous به معنی حال استمراری که اینو برای at the moment استفاده میکنیم. حالا چرا برای فیوچر؟ آره این گرامر 2 تا کاربرد داره. یکی برای کاری که در حال حاضر داریم انجام میدیم استفاده میکنیم. For example, I'm speaking to you. You're listening to me. یکی هم برای فیوچر، برای وقتایی که ما تصمیم قطعی گرفتیم و اون کار رو میخوایم انجام بدیم و این کار برای حال نزدیک upcoming future. For example, I'm going on a trip next week. حالا این upcoming future میتونه 2 دقیقه بعد باشه، فردا باشه یا 1 ماه بعد باشه. I'm going on a trip next week. پس برای آینده هم میتونیم از گرامر present continuous استفاده کنیم. گرامر بعدی future perfect simple هست. خب یه جمله براتون مثال بزنم. I'll have finished my homework by the time you come home. معنی این جمله چی میشه؟ تا وقتی که تو بیای من تکالیفمو تموم کردم. تا وقتی که تو بیای من تکالیفمو تموم کردم. یعنی ما داریم مطمئنا میگیم که تا این موقع یه جورایی معنی future perfect simple رو میتونیم تا موقع یعنی یا تا وقتی که ترجمه کنیم. تاکید کنم به استراکچر این گرامر. future will perfect have میاریم. حواستون باشه have ثابت هست چون بعد از will همیشه فعل به صورت بیسیک میاد. حتی اگر ضمیر ما سوم شخص باشه و همیشه بعد از have فعل ما به صورت شکل سوم میاد یا بهش میگیم past participle.
مثلا یه مثال بزنم برای سوم شخص. She will have done the dishes in the 3 hours. این چی؟ یعنی اون ظرفا رو تموم میکنه تا 3 ساعت دیگه. خب گرامر بعدی future continuous هست. future continuous چی هست؟ خب همیشه وقتی future داریم یه will داریم و continuous چی هست؟ continuous قطعاً to be plus verb plus ing. will be going, will be taking, will be getting. چرا بعد از will نمیتونم مثلا am is are بیارم؟ گفتم چون که will به صورت بیسیک میاد و حالت بیسیک اما is و are همون be هست. نمیتونم بگم I will am going, I will be going, I will be taking. خب چه وقتایی اینو استفاده میکنیم؟ برای کارهایی که در یه نقطه در آینده، در یک زمان مشخص در آینده در حال انجام هستم. For example, at 7 o'clock I will be doing my homework. یعنی ساعت 7 امشب من دارم مشقامو مینویسم. This time next week I'll be taking my biology exam. پس برای کارهایی که توی یک نقطه زمانی در آینده در حال انجامن. و آخرین گرامر future perfect continuous. برای کارهایی که در آینده توی یک بازه زمانی، واسه قبلی گفتیم توی یک نقطه زمانی در آینده انجام میشن، ولی الان میگیم توی بازه زمانی در آینده در حال انجام هستن. اما وقتی ما این دوتا گرامر رو تفکیک میکنیم که بخوایم روی همین بازه زمانی فوکس داشته باشیم، مثلا من وقتی میگم من هفته دیگه همین ساعت دارم امتحان میدم، نمیخوام بگم نمیخوام روی بازه زمانی تاکید کنم، میگم من تو هفته دیگه همین ساعت در حال امتحان دادن هستم. اما وقتی میخوایم به همین بازه زمانی تاکید کنیم، بگیم مثلا من برای 3 ساعت دارم امتحان میدم، از این گرامر استفاده میکنیم. Future perfect continuous. I will have been taking my exam for 3 hours. I'll have been doing my homework for 3 hours. پس گفتیم وقتی که ما میخوایم به بازه زمانی فوکس کنیم از گرامر future perfect continuous استفاده میکنیم، و وقتی که نمیخوایم فوکس کنیم روی این بازه زمانی و فقط بگیم مثلا فلان موقع دارم فلان کارو میکنم، از future continuous استفاده میکنیم. پس ما دوباره یه مقایسه استراکچری بکنم این دو تا گرامر رو با هم. تو گرامر future continuous ما داریم will plus be plus verb ing. تو گرامر future perfect continuous ما داریم will که ثابت هست، be رو خط میزنیم به جاش مینویسیم have been چون perfect شده، و بقیه هم همون verb plus ing. I'll be taking my exam or I'll have been taking my exam. I'll have been taking my exam. خب تمام گرامر همین بود. اگر سوالی دارید حتما کامنت کنید.